سلام. این متر میکنه، این هم متر میکنه. تفاوتشون چیه؟ با عمران نگار باشین براتون توضیح. برای پایان کارتون میخواین مراجعه کنید، طبیعتا میرید شهرداری. شهرداری شما رو ارجاع میده به سازمان نظام مهندسی و رندوم یکی از کارشناسای نظام مهندسی به شما ارجاع میشه. این همکار عزیز ما میان بعضی اوقات با همین متر لیزری شروع میکنن به اندازه‌گیری. مشکل چیه؟ جاهایی که زوایای زیادی وجود داره، شکستگی توی ملک وجود داره، این اندازه ها دقیق در نمیاد. این مشکل به وجود میاد که مخصوصا تو اندازه پارکینگ ها، تو ابعاد ساختمون، توی مشاعات شما اختلاف میخورید. چند سانت هم توی طبقات کم بشه، فکرشو بکنید با این قیمت ملک چه مشکلی بر شما وجود میاد و چه ضرری. پیشنهاد ما به شما چیه؟ به مجموعه عمران نگار یا همکارای ما نقشه بردارها مراجعه کنید. نقشه پیش تفکیک برای شما تهیه کنن. یعنی چی؟ یعنی با دوربین‌های دقیق نقشه برداری، دوربین‌های توتال استیشن برای شما نقشه برداری دقیق انجام میدن. مشاهدتون دقیق، پارکینگتون دقیق، طبقاتتون، واحداتون دقیقاً مشخص میشه. شما یک نقشه جامع با اندازه دقیق دارید که موقعی که کارشناس محترم نظام مهندسی به شما مراجعه میکنه، شما میتونید کاملا اونو مطابقت بدی با اندازه‌گیری که داره انجام میشه. این مطمئن باشید که با هزینه‌ای که شما دارید میکنید و در نهایت اتفاقی که میفته و امکان داره که به ضرر شما بشه، به نفع شما میشه و هزینه زیادی برای شما نخواهد بشه. اینو یادتون نره، نقشه برداری ثبتی تخصص مجموعه عمران. با ما همراه باشید.